If you want to really see something that's said, take a look at what happened. مقامات امریکا حمله به دونالد ترامپ پرزیدنتی سابق را کار دست متیو کروکس یک جوانی 20 ساله دانستند. در این حمله ترامپ و 2 نفر دیگر زخمی شدند. از تیر حملگر 1 نفر کشته شد و خود حملگر را محافظان پراندند. حادثه روزی 13 ایول در ایالت پنسیلوانیا ҳангоми سخنرانی ترامپ در маъракаи пешазинтихоботиаш رخ داد. پس از حمله ترامپ را به بیمارستان بردند ولی پس از معاینه و ملهم به زخمش او را جواب دادند. دونالد ترامپ در نخستین واکنش خود به مقامات انتظامی و امنیتی کشورش برای فوری عمل کردن سپاس گفت. فعالان سیاسی از جمله جو بایدن پرزیدنتی کنونی و رقیب دونالد ترامپ حادثه را محکوم کردند. دونالد ترامپ 78 ساله از حزب جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر امسال در امریکا اشتراک کرده است. جو بایدن پرزیدنتی کنونی از حزب دموکرات میگوید با ترامپ رقابت خواهد کرد.